هی اوتاکو، چه خبر بچه‌ها؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از معرفی انیمه های فصل پاییز. خب این سری اومدیم با یه سری از انیمه هایی که بمبن. ولی قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، یاد نره حتما کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله بغلش رو بزنی و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. بزن بریم سراغ ویدیو. خب انیمه شماره 1، عالی جناب در سایه ها. خدایی یکی از بهترین انیمه هایی بود که اومده و فصل یکیش هم که اومده این فصل دومشه. منبعش از لایت ناول، ژانرش هم کمدی، فانتزی، اکشن، ایسکای. نمرش هم داخل مای انیمه لیست 8.8 و داخل سایت های داخلی 9. فکر کنم نمره واقعا خوبیه براش. تعداد قسمت 12، رده سنی آر یعنی بالای 17 ساله. خدایی یکی از بومترین انیمه‌ایه که اومده. من خودم عاشق این انیمم، حتما ببینیدش. خلاصه انیمم از این قراره که شخصیت اصلی این انیمه دوست داره مثل قهرمانا مردم رو نجات بده و مغز متفکر پشت همه داستانا باشه، اما تو این دنیایی که هسته متاسفانه نمیتونه. ولی بعد از تصادفش با یه ماشین تناسخ پیدا میکنه به یه دنیای جادویی که تو این دنیا میتونه به اهدافش برسه. به نظرم یکی از خفن ترین انیمه هاست، حتما دنبالش کنید. انیمه شماره 2، قهرمان سپر. اینو مطمئنم همتون باش آشنایید دیگه، 3 فصل ازش اومده. منبعش هم از لایت ناول، ژانرش هم درام، فانتزی، اکشن، ماجراجویی و ایسکای. نمرش هم داخل مای انیمه لیست 8 و داخل سایت های داخلی 8.8. به نظرم نمره خوبیه واسش. تعداد قسمت 12 و رده سنیش هم 13 سال به بالا. خلاصه این انیمه هم در مورد یه اوتاکوه که هیچ خاصیتی نداره و یه روز توی کتابخونه یه کتابی رو پیدا میکنه که اونو احضار میکنه به یه دنیای دیگه که باید یه مأموریتی رو انجام بده تا اون دنیا از یه فاجعه نجات پیدا کنه. به نظرم با اینکه داستان ساده ای داره ولی خیلی خفنه، ارزش نگاه کردن رو داره. انیمه شماره 3، شکارچی بازی‌های آشغال. منبعش از مانگا، ژانرش هم شونن، فانتزی، اکشن، ماجراجویی و بازی ویدیویی. نمرش داخل مای انیمه لیست 7.8 و داخل سایت های داخلی 8.3. رده سنیش هم 13 سال به بالاه. خلاصه انیمه هم در مورد یه پسر دبیرستانیه که عاشق بازی‌های آشغاله و دوست داره اونا رو تا بالاترین سطحشون انجام بده. اما یه روز یه بازی واقعیت مجازی رو پیدا میکنه که این به شدت پرطرف داره و میپره داخل این بازی. به نظرم یکی از بهترین انیمه هایی که این فصل اومده و واقعا ارزش معرفی کردن رو داره، حتما نگاه کنید. انیمه شماره 4، قدرت جادویی قدیس قادر مطلق است. منبعش از لایت ناول، ژانرش هم فانتزی، عاشقانه، ایسکای و پزشکیه. نمرش داخل مای انیمه لیست 7.5 و داخل سایت داخلی 8.2 که نمره خوبیه واسش واقعا. تعداد قسمت 12 و رده سنی 13 سال به بالا. خلاصه انیمه هم در مورد یه کارمنده که یه دفعه به عنوان قدیس توی دنیای دیگه احضار میشه و با دانشی که در مورد گیاه داره شروع به کار میکنه توی مؤسسه تحقیقاتی که باعث میشه یه جادوی خیلی خوب اختراع کنه و بتونه احترام مردم رو به دست بیاره. و این داستان در مورد یه قدیسه که داستانش توی دنیای دیگه شروع میکنه. به نظرم انیمه خیلی خوبیه، واقعا ارزش نگاه کردن رو داره. انیمه شماره 5، جنون شکم پرستی. منبع از لایت ناول، ژانرش هم فانتزی و اکشنه. نمرش داخل سایت مای انیمه لیست 7.2 و داخل سایت های داخلی 8.5. رده سنیش هم 13 سال به بالا. خلاصش هم در مورد یه پسریه که یه مهارت داره به اسم شکم پرستی که فکر میکنه نفرین شده است و همیشه اونو گشنه نگه میداره تا وقتی که یه روز خیلی اتفاقی یه دونه دزد میکشه و مهارت شکم پرستیش بیدار میشه. الان میتونه با زیاد کردن قدرتش سرنوشت خودش رو عوض کنه. واقعا یکی از بهترین انیمه‌هایی که این سیزن اومده و خودم قراره تا آخر نگاش کنم. به شما توصیه میکنم حتما نگاش کنید. انیمه شماره 6، گابلین کش. این فصل دومشه. منبعش از لایت ناوله و نمرش هم داخل مای انیمه لیست 8.7 و داخل سایت های داخلی 7.5. رده سنیش هم 17 سال به بالا. خلاصش هم در مورد یه مردیه که فقط گابلینا رو میکشه و این داستان در مورد چند تا ماجراجوه که با هم سرنوشتشون رو رقم میزنه و با هم ماجراجویی خیلی خفنی دارن. عروس جادوگر باستانی. البته در مورد این انیمه ویدیو ساختم و میتونید این بالا برید ویدیوشو نگاه کنید. یکی از بهترین انیمه های این فصل و ادامهشه، حتما نگاه کنید، خیلی خفنی این انیمه. خب بچه‌ها این ویدیوم تموم شد. البته میدونم خیلی از انیمه ها جا مونده ولی خب کاریش نمیشه کرد چون واقعا ویدیو طولانی میشه و واقعا زمان گیره. اگه ایده دارید حتما داخل کامنت ها بنویسید و من واسهتون میسازم. اگه دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله بغلش رو بزن، ویدیو رو هم حتما لایک کن تا یه انرژی به من بدی. فعلا خداحافظ.